توی این ویدیو میخوایم پروسه زایمان رو به صورت کامل براتون توضیح بدیم و تمام مکانیزم هایی که طی زایمان و پس از زایمان توی بدن مادر اتفاق میفته رو براتون شرح میدیم. جنینی که از 37 هفته سن بارداریش رد شده بهش میگیم جنین ترم، یعنی نوزاد کامل. 39 هفته و 6 روز همچنان نوزاد ما ترم محسوب میشه و از 40 هفته به بعد نوزادمون پست ترم محسوب میشه. جای آخر مادرها ممکنه احساس درد در ناحیه کمر، لگن و شکم رو داشته باشن. ماهای آخر جنین خیلی تغییر پوزیشن میده و از این دست به اون دست، این سمت به اون سمت میشه و بسیار تغییر پوزیشن میده. در جنین ها فرم میگیرن که سرشون به سمت پایین باشه و نزدیک کانال زایمان باشه. این کار فشار روی دیافراگم رو کم میکنه و باعث میشه مادر بتونه بهتر نفس بکشه. در این حالت فشار سر به مثانه بیشتر میشه و مادر بیشتر احساس دفع ادرار داره. این قرارگیری پوزیشن سفالیک گفته میشه که برای زایمان طبیعی بسیار مؤثر و خوبه. بچه ها ممکنه موقعیتشون رو تغییر ندن و در حالت بریج یا با پا همون شکلی قرار بگیرن و همونجوری بمونن. در طول هفته های پایانی بارداری ریه های کودک به بلوغ ادامه میده و ماده‌ای رو تولید میکنن که به باز نگه داشته شدن کیسه های هوایی کمک میکنه. این ممکنه در هفته های آخر تمرینات تنفسی انجام بده. حرکات شامل انقباضات ریتمیک دیافراگم و ماهیچه های قفسه سینه هستش که به رشد ریه و آماده شدن برای تنفس هوا پس از تولد کمک میکنه. انتظار زایمان بودن میتونه طیف وسیعی از احساسات رو در مادر ایجاد کنه. اون ممکنه برانگیخته بشه، عصبی بشه، اضطراب داشته باشه. ترکیبی از تمامی این احساسات. این معمولاً به عنوان غریزه تو در تو نامیده میشه. انقباضات براکستون هیکس ممکنه در 3 ماهه دوم رخ بده. ما در هفته‌های آخر باید بیشتر مورد توجه قرار بگیریم. اونا اغلب انقباضات تمرینی توصیف میشن و به مادر در عملکرد و پروسه زایمانش کمک میکنه. انقباضات واقعی زایمان یک الگوی منظم دارن و در طول زمان به طور افزاینده مکرر و طولانی‌تر و شدیدتر میشن. اونا منجر به گشاد شدن تدریجی دهانه رحم یا همون سرویکس میشن. ریگی کیسه آب ممکنه در زمانهای مختلفی از زایمان اتفاق بیفته. به صورت خود به خود و بدون هیچ دستکاری خودش پاره بشه. اگر کیسه آب به صورت طبیعی پاره نشده باشه، عاملان زایمان به وسیله یه چیزی به اسم هوک یا قلاب زایمان میان این کار رو انجام میدن و کیسه آب رو پاره میکنن تا مایع آمنیوتیک خارج بشه. در طول زایمان هورمون ریلکسین به نرم شدن بافت‌ها، رباط‌ها و کانال زایمان کمک میکنه. این اجازه رو میده که دیواره واژن و پرینه منعطف‌تر و کشیده‌تر بشن. اینجا دارین کانال سرویکس یا همون دهانه رحم رو مشاهده میکنید که دچار دیلاتاسیون و افاسمان میشه.
و سرویکس باز میشه که به بچه اجازه بده که از اون عبور پیدا کنه. معمولا توی معاینه‌های دستی که انجام میدیم سانت اندازه‌ای که گفته میشه همین دیلاتاسیون سرویکس هست که وقتی به 10 میرسه یعنی سرویکس کاملا باز شده. وقتی سرویکس کاملا باز شده مادر فشار زیادی رو به مدخلش احساس میکنه. طور که سر بچه از کانال زایمان یا همون واژن رد میشه، واژن داره خودشو باز میکنه تا با اندازه اون خودشو وقف بده. واژن طوری طراحی شده که خاصیت ارتجاعی داشته باشه و بدون پارگی‌های آنچنانی خودش رو باز کنه و همچنان به حالت قبلش برگرده. این عوامل زایمان برای تسهیل زایمان اپیزیوتومی ممکنه انجام بدن. اپیزیوتومی یک برش کوچک در محل پرینه هست که باعث میشه دهانه واژن متسع بشه و بزرگتر بشه. در مراحل خروج نوزاد از کانال زایمان اولین بخشی که از کانال زایمان خارج میشه سر نوزاد هستش. اولین قسمتی که از کانال زایمان خارج میشه سر نوزاد هستش و بعد چرخش خارجی و بعد خروج شولدر یا همون شانه ها رو داریم، دست و پا. بعد از تولد سیستم تنفسی نوزاد کاملا تغییر میکنه و دیگه آلوئول ها و ریه هاش اکسیژن رو از جفت دریافت نمی کنن و نوزاد مجبور به تنفسه و ریه هاشو از هوا پر میکنه. وقتی ضربان بند ناف از بین رفت و مطمئن شدیم جنین کاملا خونش رو از مادر گرفته، بند ناف رو کلمپ میکنیم. دو سر از بند ناف رو کلمپ میکنیم و ما بین اونها رو برش میدیم. مادر همچنان کنترکشن ها و انقباضاتی رو در رحمش حس میکنه که باعث خروج جفت میشه. که خروج جفت خیلی سریعتر از خروج نوزاد اتفاق میفته. بعد عامل نوزاد وضعیت بچه رو ارزیابی میکنه. از جمله علائم حیاتیش، وزنش و سایر ارزیابی های کلی. برقراری رابطه پوست به پوست بین نوزاد و مادر بسیار مهمه و چه بهتر که در اوایل چند دقیقه اول پس از زایمان این اتفاق بیفته.